سلام دوستان، محمد اینفرنو هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه. دوستان امروز اومدیم میخوایم بریم OSM شروع کنیم، یه لیگ جدید که تو کانال بذاریم. ای بابا اگه اینو بذارن بریم تو کانال بذاریم. یه فانتزی شروع میکنیم که اسم خودمونو بذاریم خوشگل مشکل. مثلا بچه من زیاد از این سردر نمیارم، ولی یکی از دوستان گفت تو که داری میذاری اینا رو هم بذار. خب میگه این شیپ بذاره. بریم واسه نام تیم. شما یک ساعت دارید که چی امضا قرارداد بودجه درآمد. خب چی میذاریم؟ محمد یا اندرلاین خالی. این از این چیزی نمیشه عوض کرد. عکس تیمو لیگ خصوصی عکس رو نمیشه عوض کرد آقا. خب مسکه نمیشه. امضای قرارداد 6 الی 11 تا مسابقه هم داریم. مسکه دقیقی نمیدونم چیه. دوستان من تیمو ساختم، برمیگردیم. خب برگشتیم آقا. یه همچین چیزی آورد واسمون. خب مهاجم شاید حداقل فلان. آها اینجا باید مهاجم اضافه کنیم. همینا رو داریم. خب سن، باشگاه، موقعیت، مهاجم کیو بیاریم؟ بذار رونالد میاره. ای بچه ها یه چیز خفن. رونالدو آزاده پشمام. خب بذار رونالدو باشه. 104 میلیون دیگه داریم. یه مهاجم دیگه اضافه کنیم. همه چی آزاده، یعنی پشمام. چرا مسی رفت گلر؟ اینا بعدا درست میکنم من. مهاجم شما حداقل یه دونه دیگه نیاز دارید. یه مهاجم دیگه. امباپه چجوری بود؟ خب نداریم. دوستان من تیمو چیدم میام. خب دوستان من تقریبا تیمو کامل کردم، ولی الان نمیاره. هر کاری میکنم دیگه نمیتونم دوباره بهتون نشون بدم. ولی کلی بخوام بگم مهاجما رو رونالدو برداشتم، مسی برداشتم، امباپه برداشتم. یه مهاجم دیگه هم بعد می‌داشتم که من هر کاری کردم مهاجم خوبی گیر نیاوردم، ولی بعد یه دونه مهاجم به هر حال برمی داشتم. بودجه‌مون هم کافی نبود. تارمی رو برداشتم. نخندید، خنده نداره. تارمی رو برداشتم. هافبک و دفاع رو گذاشتم خودش کامل کنه. نمیدونم کیار دقیقا برداشت، ولی لیست کامل برسه الان نگاه کنید نمیذاره وارد شم. بعد وایسیم تا یه چند وقت دیگه لیست کاملش که آماده بشه براتون میارم. کامل یعنی میذارم. و گلرها رو من زیاد نمیشناسم، ولی زدم خودش کامل شه. این وسطاش یه پول اضافی هم آوردیم، بیرانوندم گذاشتیم اینجا. گلر زیاد نخندید، من بازیکن نمیشناسم، فوتبال زیاد نیستم. اینم فعلا ریختم که ببینم چجوری داستان. این به عنوان یه ویدیو دستگرمی، امیدوارم که اینجور سبک ویدیوها خوشتون بیاد.
و خواهشاً حمایت کنید. من تازه کانالو ساختم، من گناه دارم، میخوام پیشرفت کنم. خداحافظ.